السلام علیکم بینندگان عزیز. پیش از تماشای ویدیو برای شمایان کانال را معرفی میکنم به نام استا امید. این کانال بهترین ویدیوها را درباره تعمیر کردن و تنظیم نمودن وسیله‌های برقی و تکنیکی و طرز درست کار کردن با آنها را برای ما پیشکش نموده است. علاوه بر تکنیک و تکنولوژی، کانال استا امید دیگر ویدیوهای جالب را نیز برای تماشای ما مهیا کرده است. با دستگیری شما بینندگان عزیز، این کانال با دلگرمی بیشتر به کارش ادامه خواهد داد و ویدیوهای بهترین را در آینده پیشکش ما خواهد کرد. به این کانال آبونه شوید و استای ما را ناامید نکنید. گرانبهاترین چیز برای هر یکی ما انسان‌ها عمر ماست. اما آیا تا به حال به این مطلب فکر کرده ایم که عمر ما در این زندگی که داریم برای چی کارهای صرف می شود و این کارها چقدر وقتمان را می گیرد؟ اگر به حساب میانه عمر هر انسان را 70 سال در نظر بگیریم، 25 سال آن را با خواب رفتن می گذرانیم. قریب 11 سال عمر ما با کار کردن می گذرد. قریب 10 سال عمر ما با تماشای تلویزیون و اینترنت سپری می گردد. 7 سال وقتمان را با دم گرفتن و استراحت کردن می گذرانیم و ممکن که در این 7 سال کتاب و روزنامه و مجله هم بخوانیم و با ورزش مشغول شویم. 5 سال عمر ما برای صحبت کردن با دیگران سپری می گردد. 4.5 سال عمر ما در داخل واسطه های نقلیات می گذرد. ما قریب 4 سال وقتمان را با خوردن و آشامیدن می گذرانیم. 1.5 سال عمر ما در حمام می گذرد و در حاجت خانه باشد نیم سال می شینیم و نیم سال دیگر را با دستور شستن سپری می کنیم. ما بقی 1 سال عمر ما برای لباس پوشیدن و نزد آینه ایستادن و آرایش کردن می گذرد. قدر هر 1 ثانیه از عمر گرانبهایمان را بدانیم و از هر لحظه آن به طور ثمرناک استفاده بریم.